هنوز اون روز یادمه وقتی آفتاب از پنجره ها میتابید تو و من داشتم اتاق مهمون رو مرتب میکردم. ملافه های تازه شسته رو تا میزدم. دستام یکم میلرزیدن. هم هیجان داشتم هم استرس. اون روز روزی بود که اولین بچه سرپرستیم قرار بود بیاد. تو آینه راهرو یه نگاهی به خودم انداختم و لباسم رو صاف کردم. اگه مامان زنده بود کلی بهم افتخار میکرد که دارم از یه بچه بی‌پناه مراقبت میکنم. بعد از اینکه مرد احساس میکردم گم و گور شدم. تنها فکر میکردم کمک به یه بچه شاید باعث بشه حالم بهتر شه. وقتی در زده شد یه نفس عمیق کشیدم و بازش کردم. رانی بیتمن پشت در بود. یه خرس پاره قدیمی بغلش داشت که یه چشم هم نداشت. کوچکتر از اونی بود که فکر میکردم برای یه بچه 10 ساله. رنگ پریده و لاغر با موهای ژولیده قهوه‌ای که تا روی چشاش ریخته بود. کارمند خدمات اجتماعی ما رو با هم معرفی کرد ولی رانی اصلا حرف نزد. فقط با یه نگاه عجیب غریب و ساکت سر زده بود به من. تا در بسته شد بالاخره دهن باز کرد و گفت موی قشنگی داری. صداش اونقدر آروم بود که به زور شنیدم. باید یه تعریف معمولی به نظر می اومد ولی اون لبخندی که بعدش زد یه جور حس سرما انداخت تو جونم. نهار براش ساندویچ پنیر درست کردم. چیزی که اکثر بچه‌ها دوست دارن. ولی رانی اصلا به غذاش دست نزد. فقط نگام میکرد بی پلک زدن. چاقو رو آروم روی بشقاب میکشید. یه صدای خراش کوچیکی ایجاد میکرد که روی مخم بود. گفتم گرسنه نیستی؟ با لبخند زورکی هیچی نگفت. فقط یه دفعه بشقاب رو هل داد زمین. تیکه های سرامیک پخش شدن کف آشپزخونه. توی چشماش یه برق ترسناکی بود. آروم گفت نمیخوامش. کنارش نشستم. سعی کردم آروم باشم. اشکالی نداره عزیزم. مجبور نیستی بخوریش. میخوای چی کار کنیم؟ یه لبخند عجیبی زد. آروم و کند که اصلا به چشماش نمیومد. بیاین قایم موشک بازی کنیم. فکر کردم شاید حال و هوا بهتر بشه. گفتم باشه. اول من قایم میشم. یواشکی تو خونه چرخیدم. رفتم تو کمد راهرو قایم شدم. یه لحظه انگار همه چی عادی بود. ولی گوشم رو که چسبوندم به در یه صدایی شنیدم که بدنم یخ کرد. صدای قدم‌های آروم ولی پشتش یه صدای دیگه هم بود. صدای فلزی و نازک کشیده شدن یه چیز نوک‌تیز رو دیوار. با لحن آهنگین صدام زد کارولین دارم میام دنبالت. نفس حبس کردم. دلم میخواست فکر کنم خیالاتیه. ولی از شکاف کوچیک در نگاه انداختم بیرون و یخ زدم. رانی یه چاقوی بزرگ آشپزخونه دستش بود. محکم گرفته بودش. انگشتاش سفید شده بودن. بیا بیرون. هر جا که هستی. با ناز گفت و نوک چاقو رو روی دیوار میکشید. خیلی آروم در رو باز کردم. پاورچین بیرون اومدم. با پاهای برهنه. صدا ندادم. قلبم داشت از قفسه سینه میزد بیرون. آروم رفتم سمت در پشتی. یهو یه دست کوچیک از پشت مچم رو گرفت. برگشتم. صورت رانی 2 سانت با صورتم فاصله داشت. لبخند پهنی زد. دندوناش ترسناک شده بود. گرفتیمت. خندید و چاقو رو به طرفم تاب داد. فقط چند سانت با شکمم فاصله داشت. پیراهنم پاره شد. یه خراش رو پوستم افتاد. از درد یه ناله زدم و دویدم سمت آشپزخونه. زمین لیز بود. کشوها رو با عجله باز می‌کردم دنبال یه چیزی. ولی اون خیلی سریع بود. از گوشه پرید روم. کوبوندم به کابینت. چاقو رفت تو شونم. با لبخند دیوانه‌وار گفت اونقدرها هم سریع نیستی. عقب رفتم. خون از شونم میومد. دستام میلرزیدن. یک کاسه میوه سنگین برداشتم و محکم کوبیدم تو بازوش. چاقو از دستش افتاد. ولی به جای فریاد فقط خندید. آروم گفت تو خیلی خوبی. بازم بازی کنیم؟ دویدم سمت در. ولی باز پشت سرم بود. در رو که باز کردم اونقدر با قدرت بستش دستم داشت له می شد. تو صورتش نگاه کردم. گفت فرار ممنوع. با زور هلش دادم. رفتم سمت رخشور خونه. در رو بستم و قفل کردم. به دیوار تکیه دادم. نفس می زدم.
از شکاف در دیدم دست خونیش رو روی دستگیره میکشه. زمزمه کرد نمیتونی برای همیشه قایم شی. با دستای خونی شماره 911 رو گرفتم. به زور حرف میزدم. لطفاً کمکم کنین. پسر خوندم میخواد منو بکشه. ولی هنوز آدرس کامل رو نگفته بودم که در با لگد باز شد. رانی ایستاده بود. بی احساس. اومد سمتم. به عقب خزیدم. هرچی دم دستم بود پرت کردم سمتش. پرید روم. دستاش قوی تر از چیزی بودن که فکر میکردم. منو به زمین چسبوند. چاقو رو بالا گرفت. چشاش پر از یه چیز سیاه و ترسناک بود. با وحشت فریاد زدم لازم نیست مثل بابات باشی. ولی لبخند زد. آروم گفت من مثل اون نیستم. اون کسی رو نکشت. نفسم بند اومد. پوزخند زد و گفت من بودم. هر زنی که بابام بعد مامان می آورد خونه رو دوست نداشتم. با چاقو باهاشون بازی می کردم. بابام فقط اعتراف کرد تا منو ازش نگیرن. چشماش از ترس من لذت می بردن. چاقو رو بالا آورد. خودم رو یه وری کشیدم. تیغه رفت تو زمین. یه لگد محکم زدم به سینه‌اش پرت شد عقب. سرش خورد به دیوار. ولی بازم بلند شد. خندید. تو خیلی خوبی تو این بازی. بدنم از خستگی می لرزید. شونم خون می چکید. پایه شکسته یه لامپ رو برداشتم کوبیدم تو سرش. افتاد زمین. با زحمت بلند شدم. چاقو رو از کنارش پرت کردم اونور. دویدم سمت در درست وقتی پلیس رسید. مأمورها رانی رو گرفتن. هیچ مقاومتی نکرد. فقط از ماشین پلیس زل زد بهم. لبخند زد و گفت میبینمت کارولین. تو بهترین همبازی منی تا حالا. پزشکا شونم رو بستن. ولی من اصلا درد رو حس نمی کردم. فقط خیره شده بودم به نقطه نامعلوم. با یه حقیقت وحشتناک تو سرم. یه مرد بیگناه قراره به خاطر قتل‌هایی بمیره که یه پسر کوچولوی دیوونه انجام داده.